Assalomu alaykum va rahmatulloh. Barodarlar islom. Avvalo kasay xushvaqt ravil alhamdulillah faoliyat ko'rish raftisday. Kasonki davlatlar xorija tani dorin inshaalloh modar xizmat hastیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيع ذنوبنا يوم القيامة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، ما شما عزیزانه و این انشاءالله یکی جمعه مبارک و دهه آخرین اتق من النار که آزادی شدن از آتش دوزخ است. عزیزان من، تبریک و مبارک باد میگوییم. الله سبحانه و تعالی البته ما دو دهه را سپری کردیم، دهه انشاءالله یعنی رحمت، دهه مغفرت الحمدلله، و این چنین ما و شما قرار داریم در دهه چی؟ اتق من النار، یعنی آزاد شدن از آتش دوزخ. انشاءالله اگر این دهه را ما و شما بین طاعت عبادت خدا خواهد انشاءالله یعنی شبهای قیام یعنی روز و انشاءالله روز طاعت عبادت گذرانیم، انشاءالله الله سبحانه و تعالی ما و شما را از آتش دوزخ خدا خواهد انشاءالله خلاص میکند. انشاءالله اگر مادامه که ما این فرصت را این دم را از دست ندیم انشاءالله خدا خواهد. البته شبها قیامش انشاءالله نماز تراویح شرکت کنین انشاءالله خدا خواهد. کسی که 30 روز در عقب انشاءالله امام نماز تراویح را میخونه، برای وی کل قرآن ختم کردگی ثوابش در نامه اعمالش نیسته میشه. الحمدلله. قاری اگر الهیده اجر گیره، شما هم الله سبحانه و تعالی الهیده ختم قرآن ثواب شه در نامه اعمال کتابت میکنه. که افسوس این جوانا لادر جوازان بی غیرت کی حتی اینکه خدا خواهد در نمازهای تراویح که امروز وقتی خالی است، بیکاری است، وقتی دم است، الحمدلله، حالی وقتی کشت و کاری بلند سرشدگی نیست، دیگه غیرت ندارن. نمی آین که انشاءالله در نزد قاری استاده نماز تراویح انشاءالله خدا خواهد چیکار کنن؟ قیام کنن. افسوس افسوس. خدار جوانای بی غیرت، خدار جوانا دعوا میکنی من محبت به خدا دارم، به قرآن دارم، به پیغمبر دارم. همین است. یک ماهی بتون ماهی که مغفرتی تمامی کنه، امروز از دست میتی خدا خواهد انشاءالله. کار ابونه میکنی خدا خواهد، دیگر میکنی، دیگر هیچ کس نمرده است. و برای یک خدمت جورت اگر یک هفته در بنیسه خورد، یک هفته در شب در پیش های میستی، برای خاطر مخلوق، برای خاطر اللهش انشاءالله خدا خواهد. باید ما بی غیرت نباشیم انشاءالله خدا خواهد. باید محبتی به الله و پیغمبر صمیمی باشد. نه اندک وقت یک هفته بعد سپری میشد، تا سال دیگر کی زنده است کی مرده الله میداند. آیا میرسیم نمیرسیم؟ سال گذشته چندین موی سفیدا در این مسجد عبادت میکردن، این سال کجا شدن؟ چندین جوانا بود، 20 ساله و 30 ساله و 40 ساله و 50 ساله، همه زیر خاک رفتن. منو تو هم امروز از سحر از سفر داریم. برامین این وقت غنیمت بود، این ساعت غنیمت دونو، طاعت عبادت کو، فرمان الله سبحانه و تعالی عزیزی من بجا بیار. بعدی رمضان بعد پشیمان میشی، صلات در سنگ میزنی، این محل نمی آوی، محل گشت نمی آید دوباره. امسال رمضان فضیلت با دیم باره گشت نمی آید که با تو آرزو کنی یک ماه دیگر با طاعت عبادت کنی. همین انشاءالله با یک عشق، با یک محبت انشاءالله این نمازهای تراویح، این عبادت ها را انشاءالله خدا خواهد بجا بیاریم. در این دهه آخر
شب دارد، شب قدر. امروز صحبت ما درباره شب قدر میشد عزیزان من. شب قدر برای امتای محمدی صلی الله علیه و سلم خدا سبحانه و تعالی مخصوص انشاءالله شب دادگی است. این شبم انشاءالله از دست نتیم. این شبم باید به طاعت، به عبادت، به یعنی خدا خواهد انشاءالله خرسندی الله سبحانه و تعالی سپری کنیم ما و شما. این شبم پیامبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم دهه آخر ماه مبارک شریف رمضان در حدیث صحیح است حتی اینکه اعتکاف میشستند. اعتکاف سنت است. اقلا شما یک روز خدا خواهد اعتکاف شینین. سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف همین خیلی است که در مسجد میشینی خدا خواهد انشاءالله. طاعت و عبادت و خوراک و سودات همش در مسجد میشود. بیزنسمن باشی در مسجد سخن کردن درست نیست، لیکن اعتکاف نشدگی شخصا حق دارن انشاءالله بیزنسشون در همین جاش راه روند. میتواند خوراکش در همینجا میشود، خوابش در همینجا میشود، همه فعالیت کاریش در خانه خدا انشاءالله اجرا میشود. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم دهه آخر بالکل اعتکاف میشستند. الاعتکاف سنت مؤکده. اعتکاف سنت مؤکده است. پیغمبر نازنین تا حیات بودن این سنت ترک نکردن. حتی که در مذهب ما و شما امام اعظم رحمت الله علیه روزانه هم شیشتن ممکن، خاصتا از نماز بامداد تا اقل نماز شام هم نخواد که یک روز اعتکاف شده نتونیم. حتی زنها هم به سنته که زنها در خانهاش اعتکاف شینن. مسجد زنها خانه است، در خانهش باید که اعتکاف بشینند عزیزان من. چیز از دست نتیم انشاءالله خدا خواهد. شب قدر الحمدلله روزای طاق رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله گفتگی هستن که روزای طاق است، لیکن اکثری خدا خواهد انشاءالله ما و شما یک اعتقاد داریم که شب 27 همه چی میگه شب قدر است. همین شب 27 انشاءالله خدا خواهد شبی بهترین چیکار میکنن الحمدلله خدا خواهد اعتقاد میکنن و در این شب مردمی اهل که هوشیار زمین همین خیلی خاراکتر است که هر سال سالی شب 27 چی انشاءالله زنها چی جوان و چی مردها الحمدلله همین شب همچون شب قدر پیشواز میگیرن. سبحان الله علم کاری خوب الحمدلله خدا خواهد انشاءالله. برای شب قدر الله سبحانه و تعالی در پاره 30 سوره قدر است عزیزان من انشاءالله. سوره قدر یعنی الله سبحانه و تعالی این شب قدر، این شب بزرگ بودنش برای ما شما الحمدلله چکار میکند؟ اثبات میکند الله سبحانه و تعالی. در دو سوره دو خواندم است عزیزان من انشاءالله. سوره انشاءالله قدر الله سبحانه و تعالی این شب بزرگ بودنش برای ما شما انشاءالله وصف میکند. سبب نزول همین انشاءالله سوره را من برای شما میگم. جبرئیل امین پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده حکایت شمعون غازی را آوردگی است. من قصقش میگم، بسیار دلاش نمیکنم چون در اینجا خدا خواهد چندین حدیث ها با وجود دارد. همین عابد شمعون در دوره های پیش انشاءالله خدا خواهد پیغمبرها گذشتگی است. 1000 سال ضد کفار جنگ کرده است. 1000 سال سلاحش میگد شمشیرش از پشم شتر بافتگی یک دره بود. همین کافر را یک تا میزد ممن میمرد. چقدر کافرهایی که میگه حد حسابش نیست. آخرا کافرها چیکار کردن؟ برای قتل عابد شمعون ریجه کشیدن، پلان کشیدن. همین خیر از دنیا برای یک کس نیست کردن چیکار میکنن؟ ریجه میکشن، پلان میکشن تا اینکه از این خلاص شوند. و زنی عابد شمعون به دست گرفتن، این هم کافره بود عزیزان من. چندین زنهای پیغمبرها کافر گذشتگی است. خدا نگه دارد. اگر در تقدیرات ما شما کافر کشیدگی باشه چی علاج؟ گفتن یه روز زنش گفتن که بیا همین شوهر تا یک کار کنیم به هلاکت رسونیم، برای تو ما
پول بسیار میتیم. امروز همه قاتلا با پول کار میکنن. این دنیا پیش چشمت میگیره، بلکه ایمانداری تو کور میکنن. فرق نبوده است برای دنیا چیوه عالم است، حتی چندین پیغمبران کشتگی هستن. وقتی که وعدهش میکنن امروز اصطلاح گیم که $10,000 میتیم، همین شوهر تا یک کار که به قتل رسون. خواهد چی کار کنم؟ گفتن ما وقت بند میتیم، بندا کتی دست و پاشو میبندی کنی چی کار میکنن؟ میگه بندای سخت دادن، دست و پایی شمعون بس. وقتی که از خواب بیدار شد که دست و پاش بستگی است، گفت زنک چی کار کردی؟ این مکری زن جدا بسیار بد است. گفتی شاید میگه یک مکری زنی لاشه 100 خرنده بار باشه، 100 مکر کنه شیطان شاگردی زنک باشه. شیطان هم مکری زنده شاگرد میشیده. آخه گفت مردک جان مبادا، گفت دست و پات کافرها بندن و تو چخیل گفت خلاص میشوی؟ آقا گفت نمیدونی؟ گفت من از دوستای خدا هستم. یک نعره زد میگه بندا کنده شد. شبیه دوی میگه زنجیرها دادن، که شوهر تا با زنجیرها بند که نیچی کار میکنه با زنجیرها که تی دست و پاشه بس با بیدار شد. گفت که زرک چی کار کردی؟ آخر گفت آخه من دلم تو نمیسوزه، مبادا کافرات در دستی که با زنجیرها بندن من چی کار میکنی؟ آقا گفت من دوستای خدا هست. این زنجیر چی هست؟ یک الله اکبر گفت، نعره زد، زنجیرها پاره پاره شد. سیره گفت، برای من که زنتن سیره نگو. میدانی گفت زنه گفت یک تا کار است، 8 تا کاکلای دراز داشت. اگر از همی کاکلا من بند نگفت کنده نمیتونم. گفت شده که عجلت اومد. فردا شب میگد اما 8 کاکلش برید. وقتی که اما اون خواب رفت 4 تشکتی میگه دستاش بست، 4 تشکتی پاش بست. وقتی که عابد شمعون بیدار شد که دست و پاش در قید است، گفت زنه چی کار کردی؟ گفت که کنی نرده زنچه چی کار میکنی؟ هرچند زد نشد، رفته کافرها را خبر داد، گفت که بیاین قتلش کنی. وقتی که کافرها دور اومدن، عابد شمعون میگه این طرف زد، او طرف زد، این طرف زد. عزیزانی من، خدا میگه وحی فرسون چی گپ است؟ عابد شمعون چی کار داری؟ آخه گفت همین قدر خدمت کردم، نمیخوام که در دست این کافرها خار و ذلیل وفات کنم. یک باره میگه به امر الله سبحانه و تعالی ستونای خانه حرکت کرد و بالای کافرها میگه زد. همه کافرها اوزنی کافرش هم چیکار کرد؟ وفات کرد. عزیزان من، عابد شمعون با چقدر سالها با الله سبحانه و تعالی انشاءالله طاعت و عبادت کرد. همین میگه سوره نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا انزلناه فی لیلة القدر. این که به درستی ای محمد ما همین قرآن در شب قدر انشاءالله نازل کردیم. عزیزان من، همین قرآنی که خدا خواهد 2 شب مبارک با در همون شب هم قرآن نازل شدگی است. از لوح المحفوظ آسمان دنیا در خدا خواهد بالکل 30 پاره انشاءالله خدا خواهد. و به یک روایت میگه در همون شب قدر میگه 5 آیت مبارکه سوره اقرا نازل شد. ببینید و میگه با تقاضای زمانه میگه در دوام 23 سال حضرت جبری امین به یک سبب ها قرآن با محمد صلی الله علیه وسلم با نازل کرد. عزیزان در دوام چی؟ 23 سال پیغمبری ما شما محمد صلی الله علیه وسلم فقط 23 سال دعوای پیغمبری کردگی از خلاص. از 40 تا 63 را 63 سالگی نه پیغمبر علیه السلام این دنیا را ترک کردن به عالمی باقی و قیامت چیکار کردن؟ سفر کرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم 23 سال. ببینید همین قرآن عزیزانی من کتاب است که انشاءالله خدا خواهد کسی چنگ میزند راه گم نمیشوی. تمام عالمان دنیا ببینید، تمام عالمان اسلامی، چه شیخ سعدی، چه حافظ، چه جامی،
چی بخاری، همش به واسطه قرآن انشاءالله خدا خد آبرو یافتن، شرف یافتن. الحمدلله. شاعر چی بگد؟ زی قرآن شعری سعدی شد به پرواز، زی قرآن نظم حافظ یافت اعجاز. بین همین سعدی شعرهایی که بستان گلستان و بستان دارد بالکل با قرآن انشاءالله چیکار کرد؟ در تمام دنیا امروز پرواز کرد. حافظ بین رحمت الله علیه میگه تمام شعرهاش نظماش از قرآن میگه اعجاز یافت. زی قرآن نامی رومی معلوی شد، با قرآن زی قرآن نامی رومی مولوی شد، اولیت ورا از مثنوی شد. این رومی را قرآن در تمام دنیا مثنوی کرد. عزیزی من بین، زی قرآن مثنوی شعرازدار است، با قرآن دری آوازدار است. الحمدلله. همه بزرگانی که قرآن را چنگ زدند امروز شعراش و ایجادیاتشون ابدالابد تا قیامت زنده میموند، چون که هر مغز شعرین ها از قرآن است. شیخ سعدی رحمت الله علیه بینید 6 مصرع شعرش در امریکا عزیزی من با آبی طلا نوشته شدگی است. گویا که عالمانی که برای دنیا را تیج کردن میشینن با آبی طلا نوشته شدگی است، چون که به از قرآن است. امروز شاعرات به مبرای 2 مصرع 6 مصرع سر میخونه سر بانکروته. بنی آدم اعضای یکدیگر است، که در آفرینی ز یک گوهر است. چو درد آورد روزگار دیگر عضوها نیابد قرار. تو از غمی دیگران به غمی نشاید برد نامد آدمی. این شعر ابدی خدا خواهد انشاءالله تمام دنیا را جرنگاس میزنه، چون که از قرآن است. الحمدلله. برای این شعرها اینا کنه نمیشود. هر روز برنامه و پروگرامش تا قیامت است. امروز من میخوانمش 1000 سال بعد با در این یک عالم بیاید باز میخوانش. کنه نمیشود این چیز، چون که مغزش از آیت قرآن گرفته شده است. الحمدلله. مغزش از احادیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم گرفته شده است. استعیذ بالله. و ما ادراک ما لیلة القدر. ای محمد تو از کجا بدانی این شب قدر چی قدر و قیمت دارد؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. گفت این شب قدر بهتر است از 1000 ماه. عزیزی من اگر همون شب تا سحر زنده بداری به تلاوت قرآن، به ذکر انشاءالله الله، به طاعت، به عبادت گذاری تا دمیدن صبح، عزیزانی من انشاءالله خدا خواهد 1000 ماه کش 83 سال و 4 ماه می شود. کنکولات دیگه بزنش. 1000 ماش 83 سال و 4 ماه ثواب در نامه اعمال الله کتابت میکنه. این کامر بودن والله الان ما میتونیم الله میتونه. طوری هستیم که در 20 و 30 و 40 رفته ساله. خواهی که در یک شب خداوند 83 سال و 4 ماه نماز و طاعت عبادت در نامه اعمال نویسه، همون شب خدا خواهد زنده داره. الحمدلله. بینید این شب چی شب مبارک است. حتی میگه دوام آیت خداوند که استعیذ بالله تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم. همون شب میگه تمامی فرشته ها، حضرت جبرائیل که امین بانگ میزده است، ای تمام فرشته ها بیکوچن بر روی دنیا. همین خیلی فرشته ها میگن که از بسیاریش قدم مونده نمیشود. همین قدر تمامی فرشته ها روی دنیا میفراین. این بخت نیست برای امت محمدی صلی الله علیه وسلم. ببینید
تمامی دنیا همه خاندانی ما شما زیارت که میبراید. کسی که همون شب بیدار است و یاد خدا است و ذکر الله است و قرآن خواندن است و استغفار گفتن است. بزرگا گفتن همون شب چیکار کنیم؟ گفتن اولا کاری میکنیم آب بازی کنی خدا خواهد انشاءالله. همون شب پیش از غروب آفتاب تا که بدی آفتاب بعد از نماز انشاءالله خفتن آب بازی کنین. عزیزان من تیاری چی؟ با تازگی لباسای خوب کتی عزیزان من انشاءالله خدا خواهد. چیکار کنین؟ آماده تیاشین انشاءالله خدا خواهد. چینده انشاءالله خدا خواهد شبی قدر ده. قرآن بسیار خوانین شبی قدر بزرگان فیان. شبی قدر استغفار بسیار گین توبه انشاءالله خدا خواهد توبه کنیم و بسیار با پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم صلوات بگیم عزیزان من. بسیار بسیار صلوات بگیم انشاءالله خدا خواهد. شبی بزرگ صلوات گفتگی شما محمد نعز کرده میشه صلی الله علیه و سلم. ببینید همون شب بسیار استغفار کنین، بسیار با طاعت عبادت تا نمازهای قضا خوانین، قرآن خوانین انشاءالله خدا خواهد. فقط همون شب به یاد الله زنده داره. به خاطر خدا خواهد دنیا نه، به خاطر فقط الله بدونه. خانت نمی زنت خدا خواهد بچه کچا دخترات همشه گو امشب دخترم بچم امشب شب بزرگ است، شب قدر است. بیا که امشب یک شب خواب نره در راه الله. صحبت میکنیم، قرآن میخوانیم انشاءالله خدا خواهد. حدیث میخوانیم، قرآن خوانیم انشاءالله خدا خواهد. و یا هم خدا خواهد چیکار کن؟ بیداری کردن حرکت کن انشاءالله خدا خواهد. این برای فقط یک نه، همه امتای محمدی چی زن باشد چی مرد باشد همه نه انشاءالله خدا خواهد چی است؟ انشاءالله خدا خواهد انشاءالله وابستگی دارد عزیزی من. وابستگی دارد. در این شب میدانی در این شب ما الله سبحانه و تعالی سوره دخان نمیگد فیها یفرق کل امرین. در این شب میگه الله سبحانه و تعالی 4 دفتر 4 فرشته نمیسپاره. 4 دفتر 4 فرشته نمیسپاره. فرشته مثال حضرت جبرائیل نمونه کتاب میگه حضرت جبرائیل نه دفتر و رحمتی و العذاب، دفتر رحمت و عذاب حضرت جبرائیل خدا میداده. معنی میگیری امسال این قادم رحم میگیری این قادمش عذاب نگرفتار میگیری. از روی دفتر حضرت جبرئیل چیکار میکند؟ کار میبرد عزیزی من. ببین دوم دفتر خدا خود نباتات ارزاق میگد. رزق و نباتات میکائیل علیه السلام نسپارده. من همین سال خدا خود چقدر تان گندم و چقدر میوه و چقدر انشاءالله نباتات میسازه میکنی این در دستی توست. سبحان الله. شب بزرگیش بی خدا خود انشاءالله. و دفتر الامطال و ریاح الى جبل اسرافیل علیه السلام، دفتر بارون و برف و شمال حضرت اسرافیل نمیداده که گیر کدام قومی که سرکش میشود به نماز میشود به طاعت عبادت میشود و بادی سرسر نیستش کن. چی گجارا ویرون میکنه با او شمال، کی گجارا با باران آباد میکنه، گجارا به باران میمونه. در دستی الله هست انشاءالله. و دفتری میگه جانی بنده ها را عزرائیل نمیسپره. میگه عزرائیل من این دفتری خدا خواهد این سال که سال 25 1 میلیون آدم از این دنیا جان به حق میسپاره. ببینید 4 دفتر 4 فرشته مقرب جبرائیل و میکائیل و عزرائیل اسرافیل سپاریده میشود عزیزی من. از روی اون دفتر ما شما چیکار میکند؟ حکم میکنند انشاءالله خدا خواهد. شاید که الله سبحانه و تعالی ما در دفتری خوبش باشه. ما شما را الله سبحانه و تعالی شاید که رحم کنه عزیزانی من. الله سبحانه و تعالی من شب بزرگ خدا خواهد انشاءالله تا دمیدن صبح، تا دمیدن صبح فرشته ها دور میزنن در خانه های ما و شما، سلام میکنن به ما شما، سلامتی از میگن تینجی آسایشگیش هموزه حتی مطلع الفجر تا دمیدن انشاءالله صبح عزیزانی من. این دقیقه ها را این لحظه ها را از دست نتی عزیزی من خدا خواهد انشاءالله.